این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای درب و داغونی که تو باطلاق انتخاباتش گیر کرده و میخواد هر طور شده مهره خودشو از صندوق بیرون بکشه. بعدم نگاه کنید ببینید کی به ملاک‌های انقلاب نزدیک‌تره و توانایی کار در جهت ملاک‌های انقلاب داره. اینا اگر ملاحظه کنید شاید بتونید مثلا یه انتخاب خوبی رو داشته باشید. این مسیری که عظما داره میره 2 قدم بعد چنین بلایی سرش میاد. این هفته جنگولک بازی کاندیداهای از فیلتر گذشته خامنه‌ای بود. این دراکولای عمامه‌دار برای بازارگرمی چنین مسخره بازاری را انداخت. دولت من دولت قراره، قرار با مردم، با شما، عهد و پیمان. قرار بیشتر قرار دوستانه است، عاشقانه است، از روی محبت. این شما و این هم قرار عاشقانه پور محمدی، یکی از اعضای جانی هیئت مرگ. ما افتخار میکنیم دستور خدا رو در رابطه با منافقین و کفار با قاطعیت اجرا کردیم. پاسدار خالیباف هم برای که عقب نیفته ژست دفاع از آزادی رسانه ها رو گرفت. بدون شک رسانه و آزادی رسانه و عملکرد رسانه به عنوان نمایندگی افکار عمومی و به عنوان اینکه میتونن منتقد باشن، دنبال کنن، نظارت کنن و حتما نشاط جامعه، پیشرفت جامعه، حل مشکلات جامعه، حرف مردم، نقد مردم، اینها بدون شک از وظایفیه که دنبال میکنن و حتما باید توی بخش آزادانه عمل. طرف یادش رفته که رقیب عمامه‌دارش یعنی شیخ فری شیاد تو نمایش قبلی انتخابات اینطوری پتش رو روی آب ریخته بود. آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی می گفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 ساعت لوله می کنم. شما اگر ما جلو شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه های ما الان پر لوله بود. پاسدار جلیلی هم ثابت کرده که هر وقت میاد تبلیغات انتخاباتی را بندازه نتیجهش میشه مشنگستان. استفاده کردم از فرمایش شما اما پاسخ صریح پرسشم رو دریافت نکردم. یعنی در دولت شما اگر در یک خانم بی حجاب یا کم حجاب در یک رستوران باشه، رستوران تعطیل بشه، اون صاحب رستوران ضرر اقتصادی کنه، مردم با هم درگیر بشن، عین این ماجرا در تاکسی اینترنتی اتفاق بیفته، سبب بشه که ماشین او در واقع بره پارکینگ، برای این چه تدبیری دارید؟ منهای این مقدمات فرهنگی. نه اتفاقا همینه. اینکه پاسخ دریافت نکردی اتفاقا مهم که گفتم عمق راهبردی لازم داره، با احترام به شما برای همینه. من میگم اگر عمق راهبردی رو درک نکنیم بعد اون سطحش هم درک نمی‌کنیم. نمیتونیم بدانیم که این الان چه معنایی با اون داره. خب تا اون عمق راهبردی درک بشه چه اتفاقی میفته؟ مردم همینطور باشن؟ من میخوام نه دقیقاً اینجا واسه من اینه. اگه عمق راهبردی رو درک کنیم اون موقع وقتی ما میگوییم موضوع زن یه موضوع اصلی میشه، اما نه در این مسئله هایی که اینطوری تعریف میشه. اونم توضیح خواهم داد. این نحوه پاسخگویی پاسدار جلیلی سوژه طنز کاربران فضای مجازی هم شد. بفرمایید که این چه رنگیه؟ بسیار سوال خوبی بود، ممنونم. راجع به رنگ عرض کنم که هر رنگی زیبایی خودشو داره. ما امروز هر جایی که نگاه میکنیم یه رنگی میبینیم. درسته؟ رنگ همین رو بگید ممنون میشم. بله همین رو میخوام عرض کنم. ما با چالش‌های بسیاری در رابطه با این رنگ روبرو هستیم و این در دوره‌های مختلف هم مشهود بوده. ببینید شما اسم این رنگ رو بگید. همین رو میگم، اینکه چه رنگیه، فرکانس و تون این رنگ، موارد مشابه، همشون اینجا موجود. موقعش که برسه احساس نیاز آقا این چه رنگی، هر چیزی راجع به این رنگ رو افشا میکنم. این وظیفه من در مقابل ملت. اصلا دلیلی که من شرکت کردم همین بوده. ببینید ما رنگ این رو تو مجلس ثابت کردیم،
در انتخابات دوره قبل ثابت کردیم، تو بحبوحه جنگ ایران و عراق نامه زدیم به رئیس مجلس وقت اتلتیکو مادرید و این رنگ رو گوشزد کردیم. خیلی ممنونم از بینندگان عزیزی که ما رو همراهی کردن. شما سوال می‌پرسید اجازه نمیدید جواب بدیم. نه ببینید آقای، مشکل انحصار در سهم بازار به دلیل عرضه و تقاضای همین رنگه. اگر اینجا که نمیشه پاسدار زاکانی هم که توی شهرداری تهران کاری جز غارت ملت نکرده، رکورد دجالگری رو شکست و گفت اگر رئیس جمهور بشم گوشت رو میارم در خونه مردم. ما تو مجموعه مدیریت شهری تهران بتونیم ظرفیت‌های تهران رو در جهت در حقیقت موضوع معیشت مردم به دست بگیریم، حتی در تأمینش ورود پیدا کنیم و در توزیعش و درب خانه با کرامت تحویل مردم بدیم. درب خانه با کرامت تحویل. الان تو میادین ما گوشت کیلویی 319,000 تومانه، گوشت ران گوسفند 319,000 تومانه. تو بازار چقدره؟ یکی دیگه از این کاندیداهای شارلاتان این قاضیزاده هاشمیه که حتی نمیدونه اینترنت چی هست. فکر میکنه اینترنت مثل برق میمونه. میگه باید اینترنت تولید کنیم. اینترنت پرسرعت قابل دسترسی فراهم میکنن. ما که صنعت فضایی داریم، ما که صنعت مخابرات داریم و میتوانیم به اون قله برسیم، باید جزو تولید کننده های اینترنت جهان باشیم. بریم وایسیم رو حکمرانی اینترنت جهانی. این یکی هم اومد حرف بزنه راه رفت. شما اگر معنی حرفش رو متوجه شدید به ما هم بگید. اگر ما قیمت این لیوان 10 تومنه، وقتی ما 10 تا از این لیوان ها رو میخوایم 100 تومن وقتی دادیم باید 100 تا از این لیوان ها رو بیارن و تحویل بدن. اگر هوش کل این کاندیداهای مشنگ رو بذارید روی هم، به اندازه 1/100 آیکیوی این کوچولوی بانمک هم نمیشه. Kan du hjälpa mig? Det var lurt. خامنه‌ای و عروسکای خیمه شب بازیش هر چقدر هم تقلا کنن، بازم این نمایش ها دردی ازشون دوا نمیکنه. مردم ایران خیلی وقته که حرفشون رو با این رژیم زدن. چه اتفاقی بیفته؟ هر اتفاقی بیفته من رأی نمیدم. حالا دیگه بحث فقط بحث رأی ندادن نیست. حالا خودشون هم اعتراف میکنن که چه طوفانی تو راهه. من تصورم بر اینه دارن چریک میپرورانند، دارن پارتیزان درست میکنن که جنگ‌های خیابانی رو برای ما بسازن. ما از قبل جنگ، از قبل زور، از قبل کودتا، از قبل انقلاب و مجدد در ایران به توسعه نخواهیم رسید. من نگران این بحث از کنش‌های اجتماعی. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با این جوجه مشنگ شروع میکنیم که از حول حلیم افتاده توی دیگ و میخواد بعد از معامله برای برگردوندن دشخیم نوری همه ایرانیای خارج از کشور رو ببره زیر عبای ولایت. و گروهی که خود ایرانی که الان خارج از کشورن متنفرن از این گروه، از گروه های مختلف که ممکنه با جمهوری اسلامی مخالف باشن ولی با این سازمان تروریستی اینا مخالفن. اگر هم یه عده ایرانی که به ناچار با اینا همکاری کردن، شما توی مستند به ما اینو در آوردین پرونده شد، اینا مجبور شدن همکاری کنن، اینا دلشون با اون سازمان نبوده. و مایی که جانب حقیم با این دیپلماسی که امروز پیش بردیم، با این عزتی که امروز دنبالش هستیم و کار رسانه‌ای، قطعاً اون ایرانیان که خارج از کشورن قطعاً با ما همراه میشن. در داخل و در خارج این اتحادی که داره شکل میگیره نتیجه این سیاستیه که انشالله ما اینو قرار بیشتر ببینیم. این مشنگچه هر چی زور زد نتونست برای عظما آبروداری کنه و به قدرت دشمنای نظامش اینطوری اعتراف کرد. ببین الان سازمان مجاهدین به عنوان مثلا قوی ترین گروه‌ها که حالا ضد نظام جمهوری اسلامی هستن، هم خیلی سازمان یافتن، هم خیلی پول دارن. یکی نیست به این جماعت هراسون بگه شما نمیخواد به فکر جذب ایرانیای خارج از کشور باشید، فعلا مزدورای ریزشی خودتون رو بچسبید که برای یه رأی باید بهشون التماس کنید.
این که خیلی زحمت نداره که بیاد یه رأی بدی. جنگ که نیست، جبهه که نیست. این اندازم اگر حالش رو نداشته باشی که خیلی انصافا بیحالی. حالا با قول بعضیا زیر زمین بهتره تا روی زمین برات. این که خیلی کار مشکلی نیست بیای رأی بدی. اونی که یه زمان رئیس گماشته عظما بود حالا اینطوری به شرشر افتاده. بعد شما میخواید ایرانیای خارج از کشور رو جذب کنید؟ تنهای شبم صد قصه مانده بر لبم. این هم وضعیت اقتصاد آخوندا و فروش نفتشونه. بخوام واضح به شما بگم ما الان نفت نمیفروشیم. خیلی عذر میخوام از این لفظ استفاده میکنم. انگار یه مال دزدی رو داریم میبریم میفروشیم. مال یه دزدی رو چجوری میبرن حراجش میکنن؟ ما نفت نمیفروشیم. این اسمش نفت فروشی واقعی نیست. با توجه به تحریم روسیه قیمتی برای اون مشخص کردن $60 ما زیر اون حراج و داستانه. به خشم مردم از آخوندهای حکومتی هم اینطوری اعتراف میکنن. تو خیابون صفایی قم داشتم میرفتم درس. 2 ماشین قراضه توی اون ترافیک و گرمای قم، قراضه معلوم بود مستضعفن، زدن به هم، چراغ ماشین جلو شکست. خب سرش آورد بیرون، شروع کرد بیم پشت سری. هو مگه کوری چه کار میکنی؟ اونم سرش آورد تو زدی رو ترمز. یک فوشم اون به این داد و این دوید از تو ماشین قفل فرمون در بیاره. خب من احساس تکلیف کردم، اومدم رفتم جلو، دستم گذاشتم رو شونه این آقا، گفتم آقا جان قرآن میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اومدم براش ترجمه کنم، اون دستو گذاشت رو شونه من، گفت سید جان قربون جدت برم شما خفه شو. من اونجا فهمیدم جامعه عصبی موعظه پذیر نیست. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، باره میره توی گور این عظمای در به در. غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.